با سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز اومدیم که کارت ها به معنی واضح بگیم که چقدر پروفیت مهمه. حتی خود همستر هم اعلام کرده که پروفیت خیلی مهمه. اگه دنبال کارهای هستید که پروفیت خیلی بالایی داشته باشه، من بهتون چند تا کارت معرفی میکنم. لطفا این کارت‌ها تا میتونید به لول 15-16 برید بالا. نها کنید من الان همه کارتامو تا مثلا 1 میلیون 2 میلیون به بالا بردم. خب داخل قسمت مارکت کارت های ایکسی، این کارت های ایکسی مثلا x10 x20 تا x100 پروفیت خیلی بالایی بهمون میده. خب داخل قسمت بعدش کارت هایی که پرچم های کشورهای مختلف یا سرزمین های مختلف مثل اینها و داره پروفیت خیلی بالایی میده. در آخرین قسمت سه چهار تا کارت بهتون نشون میدم که پروفیت خیلی بالایی داره. اولین کارت که باید حتما تا لول 15-16 ببرید بالا که این کارت هست که به 11 سالگی تلگرام اشاره میکنه. دقیقا این کارت. و کارت بعدی کارت خیلی قدیمی هست اما بازم پروفیتش عالی بود. در همون لول 1-2 پروفیت خیلی بالایی داره. این کارت که خودتون میبینید پروفیت خیلی بالایی بهمون میده. و سومین کارت اینه که این خیلی پروفیت بالایی بهمون میده. بعد شاید و چهارمین کارت اینه که همینطور که میبینید 10 نفر باید دعوت کنید. من خودم به جای زیادی زدم تا بتونم حداقل 10 نفر دعوت کنم. شما میتونید با شما مجازی یا کسانی که همستر ندارن که فکر کنم خیلی همستر داشته باشن این کار انجام بدید. مثلا در این کار که میبینید پروفیت خیلی بالایی میده، 19,000 پروفیت. خود همستر با این کار داره میگه که پروفیت خیلی مهمه. کسایی که پروفیتشون رو ببرن بالا به پول خیلی زیادی میرسن. و کارتی که جدید اضافه شده این کارته که مبلغش خیلی پایینه. با مبلغ 150,000 تا 20,000 پروفیت میده. شما فکر کنید 20,000 پروفیت. ما همه بقیه کارتا سعی میکردیم به لول 15-16 برسونیم که حداقل فوقش 3-4 تا 1000 تا بهمون پروفیت میده. اما این کارت 20,000 پروفیت میده که مدت زمانش هم خیلی کمه که به زودی تموم میشه، 2-3 روزی میکشه. شما لطفا تا این مدت زمان تموم نشده این کارت رو بگیرید. با تشکر، خدا نگهدار.